بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر آیت الکرسی. الله تعالی می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هیچ معبودی به حق جز او نیست. زنده و جهان هستی را نگهدار و متدبر است. نه غنب او را فرا میگیرد و نه خواب. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است میداند و به چیز از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی‌یابند. کرسی او تعالی آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگهدار آن دو، یعنی زمین و آسمان، و بر او گران و دشوار نآید و او بلند مرتبه و بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که این آیت بزرگترین آیت های قرآن می باشد، زیرا آن معناهای توحید، عظمت و وسیعی صفات های بار تعالی را در بر گیرد. پس خبر داد که او تعالی ذات است که همه معناهای الوهیت از آن اوست و اینکه مستحق الوهیت و بندگی به جز او کسی نیست. پس الوهیت غیر او و عبادت غیر او باطل است و اینکه او زنده است که همه معناهای حیات کامل از شنوایی، بینایی، قدرت، اراده و غیر آن از صفاتهای ذاتی از آن اوست. همانگونه که در ضمن قیوم همه صفاتهای فعلها داخل میشوند، زیرا او قیوم است که به ذات خود قائم است و از همه مخلوقاتش بی‌نیاز است و همه آفریده ها را به وجود آورده است. پس و همه را زنده باقی گذاریده و همه آنچه را که موجودات برای وجود بقای خود به آن نیاز دارند به آنها ارزانی داشته است. و از کمال حیات و پابرجای او این است که و از کمال حیات لا تأخذه سنة ولا نوم، او را غنب فرا نمیگیرد و نه خواب، زیرا غنب و خواب برای مخلوق پیش می آید که دوچار ضعف و ناتوانی و فروپاشی می شود و غنب و خواب برای الله با عظمت و با شکوه است. و الله خبر داد که پادشاه و فرمانروای آسمان ها و زمین است. از همه مخلوقات بندگان و مملوک او هستند و هیچ یک از آنها از این محور بیرون نمی روند. همه آنچه در آسمان ها و زمین هستند بندوار پیش الله رحمان می آیند. پس او صاحب همه ممالک است و او الله است که دارای صفاتهای فرمانروایی و تصرف و پادشاهی و بزرگی است و از کمال ملکش این است که کسی در نزد او شفاعت نمی کند مگر به فرمان او. پس همه با شرفان و شفاعت کنندگان بنده و مملوک های او هستند. بر شفاعت اقدام نمی آورند تا برای آنها اجازت دهد. بگو شفاعت همه از آن الله است، برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین و الله تعالی به هیچ کس اجازت نمیدهد که شفاعت کند مگر برای کسی که از او راضی باشد و جز توحید و یگانگی خویش و پیروی از پیامبرش را راضی نمی شود. پس هر کس این گونه نباشد برای او نصیب از شفاعت نخواهد بود. پس الله تعالی از علم فراگیر خویش خبر داد و فرمود که آنچه را در پیش خلقها است از امرهای آینده که آخر ندارد میداند و آنچه از امرهای گذشته که حد ندارد آگاه است و هیچ چیزی پنهان بر او پنهان نمیماند.
میداند. او خیانت چشمها و آنچه را سینه ها پنهان میکنند میداند و هیچ یک از آفریده های الله به چیزی از علم و مخلوقات الهی احاطه نمی‌یابد مگر آنچه را که خودش بخواهد که از آن جمله امور شرعی و قدری است که الله تعالی آنها را به آن آگاه ساخته است و آن قطره بسیار اندکی است که در علمها و معلومات الله ناپدید شده است. همینطور که داناترین مخلوقات الله که پیامبران و فرشتگان هستند گفتند تو پاک و منزهی، دانش نداریم جز آنچه به ما آموخته‌ای. سپس الله از بزرگی و شکوه خویش خبر داد که کرسی او آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و آسمان ها و زمین و آن چیز در میان آن دو است به وسیله اسباب و نظامی که الله تعالی در جهان هستی به ودیعت نهاده است حفظ میکند. به وجود این حفاظت آسمان ها و زمین برای او وزنی و دشوار نیست، چرا که او از کمال عظمت و اقتدار و حکمت گسترده برخوردار است و ذات الله بر تمام مخلوقات والایی دارد، همانچنانی که صفاتهایش نیز بر صفاتهای سایر مخلوقات والا است. او والا است و بر همه مخلوقات غالب است و موجودات در برابر او ذلیل و تسلیم هستند و مشکلات و سختی ها در برابر او فروتنند و گردن ها در برابر او خار و ذلیل. العظیم سراسر عظمت و بزرگی و مجد و افتخار است. دلها شیفته او هستند و روحها او را تعظیم می نمایند و عارفان می دانند که هر موجودی با عظمت و بزرگی در مقابل عظمت الله تعالی بزرگ ناچیز است و بزرگی که هر موجودی با عظمت و بزرگی در مقابل عظمت الله بزرگ ناچیز است. پس چون این آیت مفهوم‌های بسیار والایی را در بر دارد، شایسته است که بزرگترین آیت قرآن باشد و هر کس که آن را می‌خواند باید در آن اندیشه کند تا قلبش از یقین، عرفان و ایمان سرشار گردد و از بدیهای شیطان محفوظ بماند.